برای طراحی کردن اول از همه باید از کل به جز بیام، یعنی ما کلا به جزئیات اول از همه توجه نمی کنیم. خب اول نگاه میکنیم اون طرح مورد نظرمون به کدوم سمت هستش، یعنی کجا قرار داره. خب ما یه خط دقیقا به همون طریق میکشیم. خب من اینجا در این قسمت یک مستطیل میبینم، یک مستطیل. من گفته بودم که ما تو طراحی در واقع با اشکال هندسی کار داریم. یک مستطیل خیلی کوچیک همین قسمت میبینم که به این صورت یک مستطیل بلند و کوچیک در این قسمت خب این قسمت هم یک مستطیل به صورت که در واقع بیضی رو تشکیل میده. خب میبینین ما پس اول از همه با جزئیات کار نداریم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ با توجه به شکل این قسمت ها رو فرم میدیم. خب این تا اینجا. این قسمت هم که به صورت بیضی هستش. ببینید الان شما یه دونه کوزه دارین. خب با توجه به جهت میتونید هاشور بزنین. که البته این قسمتی که نور هست یعنی از این قسمت روشن میمونه، این قسمت که در زیر قرار گرفته سایه میخوره. خب و در آخر میتونید این قسمت پایین رو هم سایه بزنید.